به کانال موزیک ماژیک خوش اومدین. مطمئنا خیلی از شما فیلم دون رو دیدین و ممکنه جزو فیلمای محبوبتون باشه. علاوه بر طرح داستانی فوق‌العاده و ویژوال زیبایی که این فیلم داره، چیزی که منحصر به فردش میکنه موسیقی زیبای متن این فیلم هست که هانس زیمر آهنگسازیش کرده و اسکار بهترین موسیقی متن فیلم رو برنده شده. ولی واقعا راز زیبایی و موندگاری این موسیقی فیلم چی میتونه باشه؟ علاوه بر پروداکشن هیولایی که پشت این فیلم هست و میتونم راجع به ساعتها ویدیو بسازم، خیلی موارد دیگه در زیبایی و موندگاری این موسیقی تأثیر داشته که با هم میریم چند تا موردش رو بررسی کنیم. هانس زیمر اومده با خودش فکر کرده خب ما یه سیاره داریم به اسم آراکیس که کاملا متفاوته، فرهنگ متفاوتی داره و تشکیل شده از شنزار. این سیاره توی آینده است، پس چه صدایی واقعا میتونه داشته باشه؟ و این سوال مهم رو از خودش پرسیده. Why do all these science fiction movies have European orchestra, orchestral sounds, romantic period? از همه مهمتر فکر کرده که چجوری این ایده های متفاوت و جدید رو میشه به موسیقی تبدیل کرد. تم اصلی فیلم که همون رویای پل هست به چند قسمت مهم تقسیم شده. صدای خانومی که با رنگ صدای خیلی متفاوت در سکانس‌های مختلف میشنویم. و همینطور اوستیناتو موتیف ها با رنگ بندی های متفاوت. میدونم الان کنجکاوید که بدونید چه گامی توی این آهنگ استفاده شده. آیا سازای زهی هم داریم؟ بعضی جاها صدای بک پایپ یا همون نیمبان خودمون یا دیستورشن گیتار هم استفاده کرده. یکی از مواردی که این قطعه رو بسیار خاص میکنه استفاده از گامی هستش که متناسب با فضای فیلمه. ممکنه اول فکر کنید که چون فا دیز و دو دیز داریم گاممون ره ماژور هستش. ولی وقتی که درجه 2 و 6 نیم پرده پایین میاد دیگه نمیتونه ره ماژور باشه. مینور هارمونیک یا ماژور هارمونیک هم نیست. اسم این گام دبل هارمونیکه که همون گام عربی یا شرقی خودمون میشه که به گوش ما اتفاقا خیلی هم آشناست. گامی که یه صدای تاریکی داره و مرموز صدا میده و خیلی انتخاب مناسبی برای فضای فیلم دون هستش. مورد بعدی که خیلی این موسیقی رو خاص میکنه اینه که هانس زیمر اومده کلیشه ها رو شکسته. معمولا توی فیلم ها وقتی یه قدرتی وارد میشه یا یه سر سکانس جنگی میشه خیلی متداوله که از فانفارهای بادی برنجی استفاده کنیم مثل فیلم جنگ ستاره. ولی در فیلم دون از بک پایپ یا نیمبان استفاده شده که تازه نیمبان هم نیست. The bagpipe you hear is really my guitarist Guthrie Govan imitating a bagpipe on his guitar. And then we have the 30 bagpipe players come in. و همینطور ترکیبش با یه ساز دیگه که این تم زیبا رو همینطور در سکانس جنگی پایانی فیلم دون هم میشنوید.
خیلی جالبه بدونید که هانس زیمر سازهای جدیدی اختراع کرده برای این فیلم تا رنگای صدایی جدیدی ایجاد کنه. حتی تم زیبایی که با ساز دودوک میشنوید در واقع دودوکی هستش که اصلاح شده برای این تم. It would be good on the duduk, but of course it cannot be played on an ancient instrument because it doesn't have all the notes. So, we went to Home Depot and had to modify his instrument. Home Depot is where, they have pipes. We can extend the length of a flute. و ساب کنترا دودوک هم برای این فیلم ساخته شده که خیلی از ساوند دیزاینایی که توی فیلم میشنوید با این سازه. I call it the PVC based K Bansuri. And you just hear Tina very slightly behind on her electric cello. Ta-da! By hitting those a little harder, some of those, it's like she's telling a story. It's like she's... I'm being too gentle? Yeah, tell me more of a story. Okay. سلیقه هانس زیمر در استفاده از هارمونیای زیبا و خاص هم نباید نادیده بگیریم. بریم که کورد پروگرشن این ترک رو بشنویم. در آخر دوست دارم که یکی از موسیقی متنای فیلم دون رو با تنظیم خودم در اختیارتون قرار بدم. برای همین این پایین برام کامنت بذارید که کدوم رو بیشتر دوست دارید. مثل همیشه ممنونم از اینکه کانال موزیک ماجیک رو سابسکرایب میکنید و به بقیه پیشنهاد میدید.